دوستان سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که حال دل تک تکتون خوب باشه. من الهام هستم و توی این ویدیو آموزشی میخوایم با همدیگه یک دامن فون رو طراحی بکنیم و در کنار دامن فونی که طراحی میکنیم با یک سری از ابزارهای دیگه داخل کلوتیریدی آشنا بشیم. منتها قبل از اینکه بخوام درس شروع کنم از شما میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن برای خودتون فعال کنید تا هر وقت که من اینجا ویدیویی براتون میذارم بهتون اطلاع داده بشه. خب حالا میریم سراغ رسم خود دامن. برای رسم دامن کمرش در واقع عین درس قبلی ما از ابزار رکتنگل استفاده میکنیم و میایم یک در واقع مستطیل به ابعاد 65 در مثلا همون 5 میذاریم. خب من حالا اینو انتخابش میکنم. فقط اینجا من اینو از قبل اوکی. حالا میام با ابزار در واقع اد پوینت. من چون دارم از روی کلید در واقع کیبوردم استفاده میکنم، خب شما نمیبینید که من از اینجا میام انتخاب میکنم. میام روی این خط کلیک راست میکنم و تو قسمت سوم کمرم رو تقسیم بر 4 قسمت مساوی میکنم. اینم از این. و حالا یادتون باشه میومدیم توی قسمت 3D پترن و ابزار شو ارنجمنت رو انتخاب میکردیم. وقتی کمرمون تو حالت انتخاب هستش، حالا میایم این رو روی قسمت کمر روی یکی از این نقاط آبی میذاریم تا این دور کمر بپیچه و بعد اینو از این حالت دوباره درش میاریم. حالا میام کمر رو انتخاب میکنم و یک مقدار میارمش بالاتر. خوبه. حالا با ابزار سگمنت سوینگ این دو قسمت رو به هم میدوزم و سیمولیتش میکنیم. از هر طرف فقط ببینیم که این ترتمیز خوابیده. خب مثل اینکه یک مقدار از پشت گشاده. البته من اگه یه ذره رو بکشم بیاد پایین. یک مقدار گشاده و وقتی که میخوام این گشادی رو برطرف بکنم قرار شد که روی نقطه وسط این در واقع کادری که اینجا داریم دابل کلیک کنیم که به رنگ نارنجی در بیاد و از یک طرف بکشیم. وقتی از یک طرف میکشیم از دو طرف با همدیگه کوچیک و بزرگ میشه. یادتون باشه بهتون گفته بودم که ما به هیچ وجه از یک طرف این الگو رو کوچیک و بزرگ نمی کنیم و همیشه همه چی باید دو طرفه باشه. خب الان این اوکی شد. حالا کار بعدی که میکنم قرار شدش که ما وقتی که با یک الگوی دیگه کار نداریم اون الگو رو از حالت اکتیو در میاریم و رو حالت فریز میذاریمش. خب میام اینجا و میخوام در واقع یک دامن راست اول طراحی کنم با ابزار پلیگون و بعد اون رو تبدیلش کنیم به یک دامن در واقع فون. ببینید دوستان، من این در واقع یه لحظه من از این حالت درارم. ببینید ما اگر بخوایم الان یک دامن طراحی کنیم باید اندازه این قسمت بشه. خب من میخوام یک مقدار بزرگتر درش بیارم که حالا دلیلش رو بهتون میگم. فقط قسمت کمر رو منظورم بود. حالا قد دامن هر چقدر که سلیقه شما هستش. خب کار بعدی که میخوام بکنم دوستان، باز میخوام با ابزار اد پوینت این قسمت میخوام که یک نقطه بذارم. نقطه‌ای که میخوام بذارم میخوام دقیقاً یا حالا حدوداً فرقی نمیکنه در واقع در وسط این خط باشه. اوکی الان درست شد. خب و حالا میخوام با توجه به این نقطه خب
یک فاصله بدم، یعنی یه فاصله بیام این ورتر بذارم. خب و میخوام بگم که 1 سانت فاصله باشه از این نقطه. اوکی. خب از این طرف هم همینطور 1 سانت فاصله باشه. خب و حالا میخوام اینجا با ابزار اینترلاین پلیگان لاین، خب از خط وسط، از نقطه وسط، ببین الان اینجا که دارم میام بالا پایین اندازه خطم رو داره تغییر میده. خب یه چیزی حدود مثلا همون 10 سانت خب بیاد پایین و بعد من میخوام 2 تا خط دیگه از نقاط بغل به اینجا رسم کنم. خب ببینید دوستان، به این در واقع کاری که من کردم میگن توی خیاطی بهش میگن ساسون. خب که حالا مدل های متفاوتی واسه رسم کردن ساسون وجود داره، اما الان برای حالا این رسم دامن ها این یکی از ساده ترین روش ها بوده. خب حالا من میام چی کار میکنم؟ میام با ابزار ادیت پترن این خط رو انتخاب میکنم، شیفت رو میگیرم، این خطم انتخاب میکنم. خب و کلیک راست میکنم، میام پایین، کات رو میزنم. ببین دوستان، ما یه دونه گزینه کات داریم، یه دونه کاتنسو داریم. اگه کات بکنم این الگوها کاملا از هم جدا میشه و دیگه به هم دیگه هیچ ربطی انگار نداره. خب اما وقتی کاتنسو میکنم یعنی این که الگو همین که جدا میشه اما به این خطوط من همزمان دوخته هم میشه. حالا کاربردهای این دوتا رو به مرور توی کار خیلی زیاد خواهیم دید، ولی من الان اینجا کات رو احتیاج دارم. خب و از اینکه کاتش کردم حالا این رو انتخاب میکنم و دیلیت میکنم، میریزمش دور. خب حالا کار بعدی که میخوام بکنم اینه که دوباره میخوام با ابزار اینترلاین پلیگان خب از همین نقطه اینجا یه خط گونیا کنم بیام به سمت پایین. کی میفهمم که این خط گونیا شده؟ وقتی که خط من به رنگ صورتی که دارید میبینید هست. مثلا من اگه بخوام این ورتر بیارم نگاه کنید دیگه خط من صورتی نیست، میبینید؟ یعنی این خط عمود من اومده جاشو تغییر داده. بنابراین پس من یه خط گونیا میکنم، دابل کلیک و این نقطه رو هم نگه میدم، فقط اینجا مطمئن بشم. خب حالا کار بعدی که میخوام بکنم اینه که میخوام این خط رو انتخاب بکنم، شیفتم میگیریم، نقطه رو انتخاب میکنیم. خب و با هم دیگه ببینم میاد. خب نیومد، اینم انتخاب میکنم میارم روی این. خیلی خوب. دلیل اینکه من این خط رو کج کردم اینه که من میخوام الان اینجا به واسطه این خط، یعنی فقط این خط رو میخوام کمک بگیرم که ازش اصطلاحاً این الگو رو عوض بدم و باعث بشم که پایین کار به صورت زوزرقه در بیاد. خب و الان میخوایم در واقع با ابزار عوضمان ها آشنا بشیم. منتها قبلش با ابزار ادیت کرو میام پهلوی این لباس رو اینجا رو حالت کروش میکنم که خوب بشه. خب حالا ابزار در واقع عوضمان ها که توی کلوتریدی و هم مارولوس و ابزار اسلش اند اسپرد در واقع هستش. خب میام اینجا گزینه اول فولنس پوینت رو میخوام. خب میام اینجا، از اینجا ببینید نگاه کنید من روی همین نقطه علام در واقع کلیک کردم، خط رو دارم میام پایین تا اینجا و اینو یک بار دیگه کلیک میکنم. نگاه کنید قسمتی از الگو که آبی میشه خب به من داره میگه تو میتونی این رو تکون بدی. من اگر بخوام این ور تکون بدم پس این ور رو باید بگیرم و تکون بدم. تا زمانی که من روی اون الگو کلیک کنم خب نگه دارم و این رو تکون بدم. متوجه شدید منظورم چیه؟ خب حالا اینجا رو دقت بکنید بچه ها. من الان بخوام، چون اگه اینو
در واقع کلیدکم رو رها بکنم این ثابت میشه. قسمت ساسونش رو نگاه بکنید، خطوط داره به هم نزدیک میشه. من اگه قرار باشه این ساسون رو بدوزم، خب یعنی به یه خط ساسون روی دامنم باشه، پس باید وزمان این پایین رو جوری بذارم که یک مقدار از اون ساسون بالا برای من باز بمونه. اما اگر بخوام ندوزمش و بسته بشه، خب پس باید این دوتا رو به هم دیگه رسما بچسبونم. خب که من میخوام این ساسون من دوخته بشه، بنابراین مثلا میگم نهایتا میخوام اینقدر اینجا عوضمان بدم. یا اینکه اگر خیلی براتون مهمه که یک عدد دقیقی باشه، به جایی که کلیک راست بکنید، کلیک چپ بکنید، کلیک راست میکنید و اینجا به من میگه که شما چقدر میخواید این پایین اینجا در واقع عوضمان بدید. اوکی، که من همین عددی که هست اوکی هستم و عوضمان من داده میشه. خب حالا ما اگه بخوایم با اصول خیاطی پیش بریم، هر چقدر که اینجا عوضمان بخوره، نصف این مقدار، مثلا اینجا 5 سانت و نیم حدوداً عوضمان خور، نصف اینجا میشه 2.75، باید این پهلو بیاد بیرون. خب توی نرم افزار ما خیلی دیگه نمیایم اصول در واقع خیاطی رو اونقدر دقیق رعایت بکنیم، چون اصلا ما به این الگوها برای دوخت و دوز لباس‌های واقعی احتیاجی نداریم و اگر قرار باشه از الگوها استفاده بکنیم باید با نرم افزارهای دیگه که دقتشون بسیار بالاتر هستش کار بکنیم. ولی من حالا اینجا میام با این ابزار بودم، ببخشید، با ابزار ادیت پترن میام اینجا به صورت چشمی حدوداً 1/2 اون ناحیه رو عوضمان میدم. این از این. دوستان چیز دیگه که اینجا مد نظرم هستش اینه که من اول دیگه این خط رو بهش احتیاج ندارم پاک کنم. ببینید بچه ها، وقتی ما میایم به کار عوضمان میدیم، الان این پایین نگاه کنین، خط ما از حالت کرو دیگه در اومده و یه حالت شکسته شده. برای اینکه بتونم برطرف کنم چی کار میکنم؟ میام با ادیت پترن این نقاط رو انتخاب میکنم و همه رو پاک میکنم. اینم اگر یه کوچولو در حد چند میل بره بالا کافیه و بعد با ابزار ادیت کرو حالا پایین این لباس رو یک مقدار، میتونه یه ذره بیشتر باشه، کروش میکنم. خب این از این. حالا از این الگو خب 2 تا حالت داریم. هم میتونم سیمتریک پترن بگیرم عین درس قبلی، خب، و هم میتونم بیام این خط رو در نظر داشته باشم، یعنی انتخابش بکنم، کلیک راست بکنم و گزینه آنفولد. آنفولد چیکار کرد؟ آنفولد اومد عین الگوی من رو بهش چسبوند و قرینش رو تکمیل کرد. پس من هم میتونم الگوم رو تکمیل کنم با آنفولد، هم میتونم بیام کل الگوم رو انتخاب کنم و سیمتریک پترن کنم. فقط یادتون باشه زمانی که شما الگوتون حالت سیمتریک پترن هستش، خب اینا تو درسای بعدی خیلی بیشتر راجع بهشون صحبت میکنم. هر کاری که روی این الگو انجام میدید به صورت قرینه روی این الگو هم اتفاق میفته، یعنی هر تغییری این ور باشه این طرف هم اتفاق میفته. اما وقتی شما لباستون رو در واقع الگوتون رو آنفولد میکنید دیگه همچین چیزی اتفاق نمیفته و الان اگر شما قرار باشه یک لباس قرینه در واقع کار بکنید، مثلا فکر کنید میخواین روش یه عالمه برش بدین یا مثلا روش دیزاینای خاص خودتون رو میخواین انجام بدین و میخواین که حتما قرینه باشه، هیچ وقت دیگه اونجا از گزینه آنفولد استفاده نکنید و از همین سیمتریک پترن استفاده کنم. حالا من با همین سیمتریک پترن میرم، جفت الگوها رو انتخاب میکنم و کنترل سی کنترل وی برای الگوی پشتم میام به این صورت انجامش میدم. خب الگوی پشت انتخاب میکنم، اولین کاری که میکنم کلیک راست روشون میکنم و فلیپ هوریزونتال و حالا اگر شما پشت لباس رو نمیبینید، چون من اینجا از گزینه دیگه ای دارم استفاده میکنم، این کار رو بکنیم که شما هم ببینید و نگه چرا جفت طرف الگوها
یک رنگ. اینو جابجا میکنیم. اینم همینطور. خب. حالا میام اینجا میخوام دوختاش رو با هم دیگه انجام بدیم. برای دوخت این ساسون ها از ابزار سگمنت سوینت استفاده میکنم. 2 خطا رو به هم دیگه دوخت میزنم. هر کاری که اینور میکنم چون الگو قرینه است اون طرف هم اتفاق میفته. برای الگوی پشتم به همین صورت خطوط وسط رو هم میدوزیم. خب حتی میتونم اینجا رو هم در واقع پهلو رو هم تک به تک با هم دیگه بگیرم. هم میتونم با ابزار فری سوینگ از این طرف به این طرف و چرا هنگ کرد اینم از این. خب و برای قسمت کمر حالا ما اینجا یه فرقی داریم. ببینید یادتون باشه من به شما یاد داده بودم که وقتی یک الگویی 2 تیکه هستش خب شاید هم به شما نگفته باشم و اینجا مبحث اول بشه پس کاملا توضیح میدم. ببینید زمانی که توی درس قبلی در واقع ما یک کمر یک دست داشتیم یعنی دیگه این نقاط رو ما اینجا نداشتیم این برش رو اینجا نداشتیم راحت میمدیم با سگمنت سوینگ این کمر رو انتخاب میکردیم و به این کمر میدوختیم. خب اما وقتی دیگه الان اینجا رسما الگوی من توی کمر 2 تیکه هستش خب و این قسمت 1 تیکه هستش داستان دوخت ما یک مقدار فرق میکنه و این کار رو فقط میتونید با ابزار فری سوینگ انجام بدید. اولین کاری که میکنم باید اول اون قسمتی رو انتخاب بکنم که الگوی 1 تیکه داره. نگاه کنید یعنی از اینجا به اینجا. خب بعد شیفت رو حتما نگه میدارید رنگ خطتون سبز میشه. حالا میام از اینجا به اینجا از اینجا به اینجا میدوزمش. اوکی پس این کار رو حتما باید اینجوری بدوزین. یک بار دیگه ببینید از این قسمت به این قسمت شیفت رو میگیرم و بعد اینا رو به هم میدوزم. خب این از این و برای الگوی پشتم همینطور برگردونم پشت که یه وقت اشتباه نگیرم. خب این برای اینجاست. دوستان اگه یه وقتی قاطی میکنید که این مال کدوم بره این مال کدوم بره نگاه کنید من هر چقدر اینجا دارم خط میکشم توی قسمت 3D هم داره خودش رو نشون میده. خب اینا رو دقت بکنید. یه جایی که مثلا الگوهاتون زیاده و واقعا میمونین الان کجا به کجاست این یکی از بهترین روش ها برای برای پیدا کردن الگوهاتون. خب اینم درسته. خب و اون طرفش هم بدوزیم. همش دوخته شد. الان میبینید که پایین دامن ما کاملا اون حالتی که من میخواستم بهتون بگم وزمانی که میخواستم توی فون داشته باشه رو داره. فقط انگار این قسمت باسن این لباس گشوده داره که البته زمانی که من داشتم این لباس رو میدوختم هم کمرش رو به هم دیگه یعنی وصل میکردم هم یک مقدار احساس کردم که باید هنوز این کمره بزرگتر باشه. خب برای اصلاح این از ابزار ادیت پترن استفاده میکنم. نقطه کمر رو انتخاب میکنم 1 سانت میام داخل. خب 1 سانت هم از الگوی پشت میرم داخل. بذار ببینیم که الان اوکی شد. خب یک مقدار توی خط باسن هم این الگو گشادی داره. میرم داخل 1 سانت. خب وقتی میام داخل نگاه کنید چیزی که من خیلی برام حساسیت داره و دوست دارم که شما که دارید با من کار رو یاد میگیرید بهش دقت بکنید. ببینید پهلوی اینجا الان این شکلیه. خب بعد یهو انگار اینجا یه شکست خیلی کوچولویی خورده و بعد صاف رفته پایین. اینها همه خودشون رو توی تنخور این لباس نشون میده و شما باید بهش دقت کنید. بنابراین با ابزار ادیت کرو من دارم این قسمت ها رو هم یک مقدار درست میکنم و عالی شد. خب حالا
با ابزار ادیت پترن دوباره خطوط جلو رو انتخاب میکنم، با هم دیگه مرجشون میکنم. خب و قسمت کمر دامنم هم انتخاب میکنم. اول آن فریز میکنم. گفتیم برای اینکه بخوایم این قسمت هایی که میخوایم به اینجا به کمر بدیم رو ببینیم، باید بیایم اینجا و گزینه حالا تیک تکسچر رو انتخاب بکنیم. خب و کمر رو انتخاب میکنم. میام توی قسمت پراپرتی ادیتور، اول دابل سایدد رو میزنم، میام پایین و اتیکنس رو میزنم. اتیکنس رندرینگ، البته کالیژن اشتباه نزنید. مثلا میخوام به کمرم 2 میل ضخامت بدم، ببینم دوستش دارم یا دوست دارم بیشتر باشه. فکر کنم بیشتر باشه بهتره. 3 میل. خب و این دامن تموم شد. خب ببینید این دامن ما الان ساسون هم داره. شما این مبحث هم یاد گرفتید رسما و فون شد و شما با ابزار در واقع اسلش ها هم آشنا شدین. اینم از درسی که در واقع به انگلیسی هم این دامن میشه A-lined skirt. اینم از درس امروزمون. امیدوارم که ازش استفاده بکنیم.